عوض کردن یکی از رایج‌ترین حرکات در فوتبال جهانه. من کیدنم و این برادرم راس و شما در حال تماشای آموزش فوتبال هستید. گام اول، به سمت حریف خودتون حرکت کنید. هیچ چیزی برای یه مدافع ترسناکتر از این نیست که کسی با سرعت به سمتش بدوه. گام دوم، پا عوض کردن و با پای قوی خودتون یا هر پایی که برای دریبل استفاده می‌کنید شروع کنید. این خیلی مهمه چون بهتون اجازه میده این کارو سریع‌تر و طبیعی‌تر انجام بدید. گام سوم، پا رو به بالا و دور توپ بچرخونید. به محض اینکه اون پا به زمین برسه، پای دیگه باید در هوا باشه. گام چهار، وقتی با پای اول خودتون به زمین میرسید بلا فاصله پای دیگر رو به همون شیوه دور توپ بچرخونید. گام پنج، مطمئن بشید که پای ضعیفتر رو به خوبی روی زمین میکارید. این بهتون اجازه میده که با اون پا فشار بیارید و با سرعت از حریف دور بشید.